چرا امروز صدمه‌های نقلیاتی بسیار می‌شود؟ به خاطر چی بسیاری راننده‌ها جوان هستند این دنیای فانی را ترک کردند؟ به خاطر چی؟ آیا با این کی گناهکار؟ ما و شما یا این که تقدیر الهی همین است؟ دوستان عزیز، نوا را تا آخر تماشا کنید. ان شاءالله در این مورد معلومات می‌دهیم. خداوند از همه شما راضی باشد. بر همه شما سلامتی خواهان هستم. میگذار تنجی آرامی صلح و ثبات در دولت تاجیکستانی صاحب استقلال عزیزی ما دائما صلح و ثبات پاینده باشد. آمین. بعداً بر همه شما نیز سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، موضوع امروزه ما درباره خودکشی بعضی از جوانها، یعنی با سبب автоҳалокат میگوییم، اما ما فکر نمی کنیم که سبب این مرگ با دست خودمان میشویم. به خاطر چی این سخنها را میگویم؟ از شما تنها خواهش تا آخر گوش کنید و زیر نوار لایک مونید تا اینکه دیگران هم با خبر شوند ان شاء الله. وقتی بسیار جوانها رو میبینیم میشنویم که با هنگام автоҳалокат از دنیا گذشته است. به خاطر چی؟ به خاطر تیز راندن ماشین، سرعت بلند را تیز میکند، در جایهای گردش خود را داشته نمیتواند، یا اینکه یگان ماشین نسبت او گوییم که پروتفی او میبراید دیگر خود را داشته نمیتواند. اما افسوس ماشین و ماشین قرص زد و یک انسان، یک جوان مرگ شد. برای چی؟ به خاطر چی ما این سخنها را میگوییم؟ یک بار گوش کنید. وقتی در یک راه خیلی کلانه، در یک راه خیلی بزرگی رفته ایستادیم که راه هموار است، در راه یگان شخصیت نیست، در راه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیستند، یعنی که گایی ها نیستند. دیگر به ما خدا داد، ما سرعت ماشین را بلند میکنیم، بعدا یک کاری خطایی ما تمام بس سبب مرگ ما میشود. ما یک لحظه فکر نمی کنیم که ما بالای 4 چرخ هستیم که پر از دم است، یعنی که با هوا پر کرده شده است. اما افسوس، دیگر افسوس میخوریم، دیر میشود. من منتداری خود را به همان کارمندان، به همان گایی ها گوییم میرسانم که آنها در قد راه میستند. ما در دلمان کمی شبهه پیدا میشود وقتی میگوییم به ماشین استرانم که شاید در راه گایی ها هستند، ما را جریمه میکنند. از این میترسیم و دیگر تمام. اگر وقتی از گایی ها گذشتیم باز با ما خدا داد، ما سبب مرگ خودمان میشویم. این تقدیر نیست. تقدیر به ما نمیگوید که ای انسان، ای شخصیتی که وقتی سر چنبرک می نشینی سرعت ماشین رو تیز کن. در یگان جا آمدگی نیست. ما سبب مرگ خودمان میشویم. برای همین دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسانی که سر رول می نشینید، کسانی که ماشین دارید، ماشین های قیمت بها دارید، میدانیم ماشین های شما تیز میدود، تیز میرود، احتیاط باشید. شما حال زندگی در پیش است، شاید شما زن و فرزند و پدر و مادر داشته باشید، اما اگر در ماشین تنها باشید میلش، اما در ماشین انسان هایی هست که شما 7 پشت او را نمیشناسید، شما سبب مرگ آنها نیز میشوید. خداوند از این آفت ها، از این حالت ها و از این مصیبت ها، از چنین مرگ پناه بدارد و چنین مرگی که به کلمه شهادت ما از دنیا می رویم پناه می طلبم. میگذار در قلب ما، در دل ما نور ایمان را مشرف گرداند و عمر همه ما و شما را دراز کند تا در راه حق در خدمت پدر و مادر باشیم. باز یک بار دیگر بر همه شما سلامتی خواهان هستم. خود را احتیاط کنید، زیرا میگن ای ساربان آهسته ران،